به نظر شما پرفروش‌ترین بازی تاریخ کدوم بازیه؟ بریم با هم ببینیم. خب پس 2013 6 میلیون، قارچ‌خور 8 میلیون، قارچ‌خور 2 9 میلیون. من قارچ‌خور اصلا واقعا بازی نکردم تا حالا. فورزا 5 10 میلیون، تیکن 7 12 میلیون، ردد 1 15 میلیون. من میگم یا ردد اوله، ردد 2 یا جی تی ای وی. پرفروش ترین سیمز 16 میلیون، باز دوباره قارچ‌خور 3 17 میلیون، قارچ‌خور 4 18 میلیون. من واقعا دیدم بعضی دیوونه قارچ‌خورن. قارچ‌خور 5 دوباره 19 میلیون. چقدر نسخه؟ فیفا 22 21 میلیون، فیفا 20 21 میلیون. ادوانس وارفار خیلی گرافیک خوبی داره 22 میلیون. پوکمون اصلا بازی نکردم. فیفا 19 فیفا 18 یادش بخیر 23 میلیون. فیفا 21 25 میلیون، مدرن وارفار 2 25 میلیون، بلک آپس 3 26 میلیون، باز دوباره قارچ‌خور ادیسه نمیدونم، سن آندریاس 27 میلیون، گوست 28 میلیون، بلک آپس 2 29 میلیون، مدرن وارفار 30 میلیون، دیگه باز دوباره قارچ‌خور جدید 30 میلیون، سیمز 4 36 میلیون، تتریس اصلا بازی نکردم، انیمال کروسینگ 42 میلیون، اینم همینطور، پوکمون قرمز واقعا چه بازی 46 میلیون. ویچر فقط عکسش رو دیدم تا حالا 50 میلیون، قارچ‌خور 9 تا نسخه اومده، ماریو کارت و ردد اول نیست 70 میلیون، ردد 2 پابجی 75 میلیون و وارزون مگه رایگان نیست 100 میلیون، تتریس بازی نکردم، سونیک 130 میلیون سومه، جی تی ای وی دومه با 190 میلیون، پس اول ماینکرافت با 300 نسخه فروش در جهان.